شیخ بدن فاحشه گفتا مستی هر لحظه به دام دیگری برافتی گفتا شیخا حالان چی گویی هستم لیکن چونین که می نمایی هستی ناسام دلیل شیخ تو بله شوی رو رنگ یعنی بله. نمیدونم شوی رای نمیدونم رنگ تا شعر رفتم به سر گوری شاهنشاه یمن او دست برآورد به من داد کفن گفتا که از این سخاوتم عیب مکن از مال جهان نصیب به من شد کفن چه красиво میگم اگر نصیب کنم اونا سجان تو بچه کمی میدونم شما همه خیلی این آخران سخن من میگم تا یکی پگه میمبرم ما سعدی به زمین آهسته پایمان که کسان خوابیدن آدم و هوای و هم پیغمبران خوابیدن اهل علم و معرفت یک برفتن از جهان عارفان و شاعران و حافظان خوابیدن عینی و خوجندی و میرزای ترسونزاده کو رودکی و توغرال در این مکان خوابیدن ماشینت آهسته رانو یک نظر کن زیر خاک چنگ خاک را کم برار که مهوشان خوابیدن زیر خاک تیره خفته جمله شاه و گدا حاتم توی کیقوباد نوشهروان خوابیدن چنگیز خان تیمرلان چنگیز و تیمور جهان را ملک خود کردن ولی عاقبت از زیر خاکی تیرسان خوابیدن هر سحر برخیز بیشتاب با زیارت پدر گر توقف میکنی وقتی دعا میگذرد هر کی رنجانید دلی مادر پدر در زندگی عمر شیرینش بر 100 روزی سیاه میگذرد فرزند ما فرزند گفتم میمریم فرزند با فرزند گفتم میمرده پدر نمیگفته سجان اگر چون خاک پایمالم کنی خاکی درت گردم اگر چون گرد بربادم دهی گردی سرت گردم کشی خنجر که میسازی به دستی خیش قربانم چی لطف است این که من قربانی دست و خنجرت گردم هلالی را با هوشیاری چی جای تنه ای ساقی بگردان ساغر مای تا هلاکی ساغرت گردم آدما امروز در تاس گفته را میزنن و یا همش در راه الله گفته بودن این گپا را و یا همش شیخا گفته این گپا را امروز آدما تاس میگن عرق میخورن راست حق در میکنه شیطان نمیتونه